سلام به قصه خانه خوش آمدید. با یک قصه دیگر از خوشتان آمد. لایک، سابسکرایب، زنگوله فشار دهید تا از جدیدترین ویدیوهای ما خبر شوید. در روزگاران قدیم پادشاهی بود که بخرد و دانایی شهرت داشت. روزی به وزیر خود گفت: می‌خواهم جمله‌ای پیدا کنم که در شادی به من آرامش دهد، در سختی قوتم بخشد و در همه حال مرا به تعادل برساند. وزیر پس از روزها تفکر نزد زرگری رفت و حلقه‌ای ساخت که روی آن جمله‌ای کوتاه حک شده بود: این نیز بگذرد. پادشاه آن را به دست کرد و در ابتدا چندان تحت تأثیر قرار نگرفت، اما زمان آزمودش. دی در اوج قدرت وقتی همه او را ستایش می‌کردند، نگاهش به حلقه افتاد و یاد گرفت که غرور را کنار بگذارد. در جنگ و شکست وقتی همه چیز تاریک به نظر می‌رسید، جمله حلقه به او امید داد که سختی‌ها موقتی هستند. سالها بعد پادشاه در بستر مرگ به وزیرش گفت: این حلقه گرانبهاترین گنج من بود. جمله‌اش به من آموخت که هیچ چیز در این دنیا پایدار نیست. 9 شادی، 9 غم. پند قصه: زندگی مانند رودی است که همیشه در جریان است. آنچه امروز سخت می‌نماید، فردا خاطره‌ای خواهد شد. شادی‌هایت را نیز بیش از جدی مگیر، زیرا آنها هم گذرا هستند. تا قصه دیگر، خدا نگهدارتان.